اما توی این دره آبشلا که قرار پیمایشش بکنن اکثر اشایر هنوز سیاه چادر میزنن و به همون شکل قدیمی زندگی میکنن. ولی قبل از اینکه این آب داخل این تونل بره و قبل از اینکه 2000 سال پیش مردمان خیلی قدیم اینجا این تونل رو حفر کنن، آب از روی این تونل میگذشت. یعنی این تونل کاملا پر بود از سنگ و از روی این تخت سنگ خیلی بزرگ آب عبور میکرد و بالاش یک سنگی بود که بهش میگفتن پل نگین، یا حتی بعضی به اون پل خداآفرین میگن که در اصل همون پل نگینه و مردم قبل از اینکه آب از اینجا عبور بکنه از این رو عبور میکرده و روی این یک پلی بود که از این به سمت اون سمت دریاچه یا بهتر بگم دره آبشلا میرفتن و به هدفشون نزدیک میشدن. بعد از چند ساعت پیمایش کنار شینبار به ابتدای دره‌ای که هدف من بود رسیدم. دره‌ای بکر و زیبا که جاذبه‌های خاصی در اون نهفته بود. نخستین چیزی که چشم هر طبیعت گردی رو در ابتدای دره به خودش جذب میکنه منظره دره شلا از بالاست. منظره‌ای که عظمت اون یادآور بزرگی و زیبایی خالق هستیه. وارد دره شدم و بعد از کمی پیمایش متوجه صدای عجیبی در داخل دره شدم. صدای آبشار بزرگ و خروشان نگین بود. آبشاری که آب اون از بلندی قله‌های زاگرس به بیشه شینبار و در نهایت توسط تونل نگین به دره شلا هدایت شده بود و منظره‌ای بی‌نظیر خلق کرده بود. فکرشو نمی‌کردم وقتی وارد دره آبشلا بشم با یک همچین آبشار بسیار بزرگی بخوام مواجه بشم. برای اینکه من حدود 7 سال پیش به اینجا سفر کردم. دره آبشلا این همه آب داخل این رودخانه نبود و بیشه شینبار هم اونقدر آب نداشت که باعث پدید آوردن